26 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи ҳаёти нави ҷамоати деҳоти лоҳури ноҳияи рӯдакӣ бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20-ро ба истифода супориданд. корҳои сохтмонии бинои иловагӣ соли 2023 оғоз гардида барои сохтмону таҷҳизонидани он бештар аз 4 миллиону 200 ҳазор сомонӣ сарф шудааст. дар асоси лоиҳа бинои иловагӣ барои 650 нафар дар ду баст пешбинӣ гардидааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нахуст бо шароити таълимии синфхонаҳо шинос шуда омӯзгоронро ба баландбардоштани сатҳу сифати таълим ҳидоят намуданд. бинои иловагии дуошонаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 дорои 13 синфхона ва 2 ҳуҷраи корӣ мебошад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 ноҳияи рӯдакӣ хурсанд аз онем ки бо ташаббуси хиратмандона ва сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои мо бинои нави иловагӣ сохта ва ба истифода дода шуд. мо омӯзгорони ҷавон саъю кӯшиш менамоем ки дар ҷавобан ба ғамхориҳои сарвари давлат насли наврасро дар роҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ва худогоҳии миллӣ тарбия намоем. ما امروز صاحب یک مؤسسه تحصیلات میانه عمومی یعنی با همه شرایط‌های زمانوی جوابگو شدیم. من میانه‌داری خودم را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی میرسانم که ما را با امین مؤسسه زمانوی با تمام شرایط‌های زمانوی جوابگو یعنی با سیمخانه‌های کامپیوتری دارای سیمخانه علاوگی صاحب گردانید. ما آموزگاران جوان تمام سعی و کوششمان را به خرج می‌دهیم تا که نسل نورس در آینده نامبردار ملت و دولت گردد. با فعال گردیدن بینای ایلوگی مکتب در مجموع 28 آموزگار فعالیت پرثمر می‌نمایند. بنا با مبلغ گذاری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی بنیاد گردیده است. بینای ایلوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 در دهه حیاتی نوی جماعت دهات لاهور ناحیه رودکی با امکانات معاصر تعلیمی مهیا شده دانش و علم آموزی خوانندگان را باز هم تحکیم می‌بخشد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند که در دوران صاحب استقلالی در کشور شماره مکتب‌های شکلی نو افزایش یافتند و این امکان می‌دهد که شرایط تعلیم و تدریس بهتر گردد. آموزگاران و خوانندگان در نوبت خود به سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای دستگیری همه‌جانبه و غمخوری‌های پدرانه اظهار سپاس و قدردانی کردند. امروز برای ما یک روز فراموش نشونده و خاطرمان است، زیرا هر یکی ما آرزو داشتیم که در چنین شرایطی خوب تحصیل نماییم. جواباً با این غمخوری‌های پیشوای معارف پرور مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم نموده بهر آبادی کشور سهم بگذاریم. با دستگیری به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان آرزوی دلینه ما عملی گردیده صاحب بینایی برهوا و زمانوی مجهز با تمام لوازمات خانیش گردیدیم. میانه‌داری خود را به صدر معظم ملت میرسانیم و وعده می‌دهیم که مؤسسه تعلیمی را با بهای خوب و اعلی ختم نموده صاحب کسب و هنر گردیده با وطن و ملت خویش خدمت ارزنده می‌نماییم. بعد افتتاح بینای ایلوگی مکتب در همین جا پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در شکل فاصلوی باز یک مؤسسه تازه بنیاد مکتب صنعت بچگانه به نام مختار اشرفی ناحیه رودکی را نیز افتتاح نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان افتتاح و فعالیت ثمراناک مؤسسه‌های نوی ساحه معارف از جمله دستاوردهای ساحوی را نتیجه توجه پیوسته به رشد این ساحه و بهداشت سطح تعلیم و تربیت و جلب فرزندان به تحصیل ارزیابی نمودند. مؤسسه دولتی مکتب صنعت بچگانه به نام مختار اشرفی ناحیه رودکی در زمینه سیاست سازنده رهبریت دولت و حکومت کشور بنیاد گردیده در اساس لایحه معاصر در کوچه بهروز شهرک سامانیان ناحیه رودکی قامت افروخته است. بنا سه آشانه بودم دارای امکانات معاصر دانش و هنرآموزی میباشد. تالارهای برهوا، اسباب‌های سازی و آوازی و دیگر لوازمات بر روند تربیت نورسان لیاقتمند مساعدت می‌نماید. ما اهل فرهنگ ناحیه رودکی خوشبخت از آنیم که با دستگیری‌های پیوسته رهبر حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مقامات اجرایی حکومت ناحیه رودکی و صاحبکاران محلی امروز باز یک بینای نو و زمانوی مؤسسه تعلیمی یعنی مکتب صنعت بچگانه به نام مختار اشرفی ناحیه رودکی ساخته به استفاده داده شد. باید گفت که جواباً به همه این غمخوری‌های رهبری دولت، حکومت جمهوری و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ما اهل هنر
کوشش می نماییم که جواباً به تمام این غمخواری ها از تمام شرایط و امکانیت های موجوده استفاده برده نسل نورس رو در روحیه وطن دوستی و وطن پرستی، خودشناسی و افتخار ملی تربیت نماییم. مینداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برای ساختن چنین مؤسسه نو و زمانوی میرسانیم. ما کودکانی خوشبختیم که برای خواندن و تعلیم گرفتن ما حکومت کشور چنین شرایط‌های فراوان آورده است. ما خرسندیم. ما در اینجا هنرهای خیلی گوناگون را می‌آموزیم. بنیاد بینای مکتب صنعت بچگانه به نام مختار اشرفی ناحیه رودکی با سهم جمعیت دارای مسئولیت محدود رودکی الیت ساختمان سال 2023 آغاز گردیده در مدت یک سال با سطح و صفت بلند به استفاده داده شد. پیش از همه مینداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانیم که به ما چنین بینای زمانوی با تمام تجهیزات و اسباب‌های موسیقی هدیه نمودند. مکتب صنعت بچگانه مختار اشرفی سال 1974 تأسیس یافته است که در این مدت کادرهای زیادی را برای رشد و نموی صنعت تاجیک تیار نموده است که در جمهوری فعالیت کرده ایستاده‌اند. در مکتب صنعت بچگانه آموزگاران با تجربه با خوانندگان درس می‌آموزند. این چنین ختم کنندگان همین مکتب در دانشکده‌های عالی ختم نموده در این مکتب فعالیت خود را دوام داده ایستاده‌اند. باعث فخر هر یک خواننده مکتب صنعت بچگانه به نام مختار اشرفی است که ما صاحب بینای نو و زمانوی گردیده می توانیم در سیمخانه‌های مجهز و زمانوی تأمین گیریم. ما نیز در نوبت خود وعده می دهیم که نازکی‌های هر یک کسب را از خود نموده به دولت و ملت خود خدمت نماییم. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در نزد ما خوانندگان وظیفه می‌گذارند که با راه گسترش دادن ارزش‌های نوعی جامعه سنتی خود روند تشکل جامعه فرهنگی و پیشرفت را تقویت بخشیم و جوانان کشورمان را همچون انسانی اندیشمند و آگاه و صاحب معرفت و با فرهنگ به کمال رسانیم. برای خود و برای نسل‌های آینده زندگی شایسته را تأمین نماییم. در مکتب صنعت بچگانه به نام مختار اشرفی ناحیه رودکی 31 آموزگار صاحب تجربه به نورسان هنری بلند سرایندگی و نوازندگی را می‌آموزانند. در مؤسسه 5 شعبه رسامی، صنعت تئاتری، خореографی، موسیقی و بخش کلالگری عمل می‌نماید. شماره تعلیم گیرندگان 400 نفر را تشکیل می‌دهد. مؤسسه دارای 13 سینخانه برهوای کسبی و هنرآموزی بوده با لوازمات ضروری مجهز گردانده شده است. با تکیه به تکنولوژی معاصر در مکتب صنعت بچگانه کتابخانه الکترونی نیز عمل می‌کند که برای ازبرنمایی دانش‌های ضروری مساعدت می‌کند. موردی ذکر است که همساله با جانبداری از سیاست معارف پرورانه و فرهنگ پرورانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تمام شهر و ناحیه‌های کشور مؤسسه‌های نوی تعلیمی و کسب و هنرآموزی با شرایط معاصر و جوابگوی طلبات بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده می‌شوند. چنین عامل به صاحب علم و دانشمند گردیدن نسل امروز و آینده خاصه سهمگذاری در رشد تاجیکستان صاحب استقلال مساعدت می‌نماید.